سلام و وقت بخیر. 11 تن از فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی در 4 ماه گذشته در حملات هدفمند در افغانستان شهید شدند. یونما میگوید با آغاز مذاکرات بین‌الاقوایی خشونت افزایش یافته است. انتقال اموال از ایران به افغانستان برای یک هفته متوقف شد. سید عبدالوحید قتالی ولی هرات میگوید 300 موتر از اثر آتش سوزی در بندر اسلام قلعه سوختند. 11 تن از انجینران و کارگران بند پاشدان ولسوالی کرخ هرات از سوی طالبان ربوده شدند. مقامات محلی گفتند 4 تن از این کارگران دوباره رها و 7 تن اکنون نیز در بند طالبان هستند. باشندگان ولایت میدان وردک میگویند علیپور و افرادش مسلح غیر مسئولند و باید به زودی بازداشت شوند. مردم ولایت میدان وردک امروز به حمایت از علادات فدایی قماندان امنیه این ولایت گرد هم آمده بودند و شعارهای مختلف علیه علیپور سر میدادند. در نتیجه انفجار بالای کاروان موترهای نیروهای امنیتی پاکستان 2 سرباز آن کشور کشته شدند. مقامات اردوی پاکستان میگویند این حمله در وزیرستان جنوبی رخ داده است.